با مبحث هیدروسفالی میخواستم باهاتون صحبت کنم. هیدروسفالی یک بیماریه که در واقع از نوزادی میتونه به دنبال اون نوزاد نارس که به دنیا میاد میتونه هیدروسفالی داشته باشه تا سنین بالاتر، که این علت مختلف میتونه داشته باشه. بر اساس اون علت هایی که داره ما درمان های مختلف براشون انجام میدیم که در سنین مختلف هم متفاوته. برای بیمار عزیزمون نورمال پرشر هیدروسفالی هستن یا همون MPH که در واقع یک بیماری که معمولا تو سنین بالا اتفاق میفته و یکی از علامتایی که خیلی از بیماران ذکر میکنن اختلال گیت یا اختلال در راه رفتنه که دچار مشکل میشن و به ما مراجعه میکنن. وقتی که CT یا MRI ازشون میگیریم متوجه هیدروسفالی میشیم. البته باید علل مختلفی که باعث این هیدروسفالی میشه رو بررسی کرد که اگه هیچ مشکلی، یعنی از تومورهای مغزی و آنومالی‌های مغزی هیچ کدوم رو نداشتن، خب میشه نورمال پرشر هیدروسفالی که درمانش هم شنت ونتریکولو پریتوناله.